آنچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند، بدون تردید، بدون لکنت. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. معلومه چه داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. नमस्कार, आदाब, सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो